این هفته خبر تو خبر داره براتون از درموندگی عظما که از ترس قیام داره زهره ترک میشه و کار به جایی رسیده که تو فشار بحرانها حتی از پس قمپوزای قبلیش هم نمیتونه بر بیاد. اگه یادتون باشه یه زمانی به فرموده عظما انیمیشن درست میکردن و آرزوهاشون رو اینطوری نقاشی میکردن. ولی الان همشون از ترس دارن قبض روح میشن. ما در یک جنگ روانی وحشتناک وارد شدیم. از زمین هوا با استفاده از تمام تکنیک ها و تکنولوژی و ابزار و صاحب نظران و روانشناسان و جامعه شناسان از زمین و آسمان از همه اطراف اکناف بمباران روانی شروع شده که ناامیدشون کنن. این طور بود که آخوندهای فلک زده تصمیم گرفتن یک گرد و خاک بسیجی خرکن راه بندازن که ظاهرش حمله باشه و باطنش التماس. امروز ما به سران 5 کشور اعلام کردیم که از 2 اقدامی که تا کنون انجام میدادیم صرف نظر خواهیم کرد. این 2 اقدام در واقع به یک بیان ساده 2 فروش بوده. امروز ما نمیخواهیم از برجام خارج شیم. همه مردم ما و جهان بدانند امروز روز پایان برجام نیست. امروز روز گام جدید در برجام و طبق برجام و در چارچوب برجامه. اما همینم باعث جنگ و دعوا و وارفتگی بیشتر تو نظام شد. این دود و دم شیخ فری اونقدر آبکی بود که حتی خود مجری تیویریش هم طاقت نیاورد و این تبل توخالی رو کوبید تو سر دولت شیخ فری. عملا ما دیگه الان نمیتونیم بفروشیم، تحریمه. نه اصلا بحث فروش نیست، بحث مواد ما نگهداری مواد هست که مهمه، نه فروشش. ببخشید من روک میگم چون خیلی میگن روغن ریخته نظر. نه اتفاقا همین میخوام روشن کنم. هنوز مرکب التیماتوم شیخ فری خشک نشده بود که 3 وزیر خارجه انگلیس و فرانسه و آلمان زدن تو دهن روباه بنفش، گفتن بشید سر جات، التیماتومت رو هم بذار در کوزه آبش رو بخور. خلاصش این که توی نظام رو به بسیجیان نشون دادن که دارن تند میرن، ولی باطنش یه جور دیگه بود. این هم تصویری از وضعیت نظام شکست خورده از زبان پاسدار حسن عباسی. دولت شکست خورد، روحانی تو شعاراش شکست خورد، وزیرای اصلیش گذاشتن فرار کردن. وزیر راهش اینجوری رفت، وزیر بهداشتش اونجوری رفت، او یکی داره اینجوری میره، بانک مرکزیش اونجوری رفت. شکست خوردیم. تموم شد دوست عزیز. حواستون باشه مدیرانتون گذاشتن دارن خیلیشون فرار میکنن. امسال چند تا وزیر و وکیل و غیرزالی گشتن رفتن، دارن ول میکنن میرن. این وسط
میرسیم به یک منبع امید برای رژیم. حالا منبع امید رژیم نباشه، منبع خنده برای بینندگان خبر تو خبر که هست. این شما و این بسیجی دهنگشاد که در درگیری مستقیم با ترامپ تعادل قوای جهانی رو عوض کرد. بله، گام اول شرکت در یک تظاهرات بود، اما بسیجی دهنگشاد در گام دوم یک توییت تهدیدآمیز برای ترامپ فرستاد، اونم به زبان انگلیسی، یعنی تقریبا انگلیسی. توی این توییتش اولا اسم ترامپ رو غلط نوشت، ثانیا توی جمله با دم شیر بازی نکن به جای شیر جنگل شیر نوشیدنی رو نوشت. میگن الان کارشناسای کاخ سفید دنبال این هستن که با دم چی نباید بازی کنن. واقعا بین انگلیسی بسیجی دهنگشاد با این آقا سگه کدوم رو باید انتخاب کرد؟ Yes, you sing, eh? Okay. Oh, your Ines, forget the corgi. Okay, I sing. Good. Dog save the queen. Oh. You and I, Must make a pact. Come on. we shall bring. Salvation back. It's good, I like it. Don't touch me. Where there is love. Come on. I don't care. Oh, no. I'll be there. I reach out my hands to you. Don't touch me, or I bite you. توی جریان سیل دم و دستگاه‌های رژیم هیچ کمکی به هموطنان سیل زده نکردن که هیچ، کمک‌های مردمی رو هم ملاخور کردن. مثل این نمونه که مردم می‌بینن کامیون کمک‌های مردمی رو دارن می‌دزدن، میرن دنبالش، اما نیروی انتظامی رژیم به نفع دزدها وارد صحنه میشه. اما سنگ پای این هفته پاسدار غلامرضا شریعتی استاندار خوزستانه. یادآوری کنیم که این همونه که رسوایی وحشی بازیش جلوی یک کشاورز سیل زده عالمگیر شد. حرفا بیرت نزن. حالا ببینید راجع به همین هموطنای سیل زده توی تیویریش روز روشن چی میگه. اردوگاه رسمی ما در حدی بود که صلیب سرخ جهانی در بازی که داشتن به ما اعتراض کردن که رسیدگی خیلی زیاد هست. زیاده؟ بله و خارج از پروتکل های ماست در اردوگاه رسمیمون و نباید شما اینقدر مثلا رسیدگی یعنی انجام چیش زیاد بوده؟ مشنگستان این هفته اختصاص داره به این آخوندی که مبتکر یک سبک جدید در جعل آیات و روایاته. هرچی دلش میخواد جعل میکنه و به هم میبافه، بعدش هم میگه آیاتش رو نوشتم ولی حالش رو ندارم بخونم. مورد ببین چیکار کردی؟ برای خدا امروز چی کردی؟ برای شیطون چیکار کردی؟ این حواست باشه. این رو می نویسن، خدا شاهد است. دست هر عملی که انجام داد این آثارش این یکیشه. خب فقط هم می نویسن خلاص شد رفت؟ نه، هر شود که حالا که نوشتن نوارم ازاد میگیرن. عجب، هر عملی که ناصری انجام داد ازش نوار میگیرن. نگاه کرد به نامحرم، نوار ازاد گرفتن. حرف زدی زبان نوارشو میگیره. نوار تو زبان نوار داره. دست حرکت دادی نوارشو میگیره. پا حرکت دادی نوارشو میگیره. اینا همش نوار داره.
همه آیاتشان نوشتم اینجا موجوده، حالشو ندارم. پس هم می نویسن اینجا عزیز من، هم نوار ازت میگیرن ناصری، هم فیلم ازت میگیرن. خیلی کار مشکل شده، خیلی مشکله. حالا بعدم آیات و روایات ایناشم اینجا یادداشت کردم، یه حالشو ندارم که بخوام بخونم. در پایان توجه شما رو به یک گربه شیطون جلب میکنیم که از توان هنرپیشگیش استفاده میکنه تا صاحبش رو سر کار بذاره.